بله، باید راجع به مسئله اول خانایی علیه خانایی صحبت کنم. بذار توی شروع خودمون رو از یه مغالطه نجات بدیم، به قول مغالطه دوگانه سازی یا مغالطه ذوحدین، یا به قول فرنگی ها فلسی دایلاما. از این فلسی باید نجات بدیم که استتیک و خانایی اینها مقابل هم دیگه هستن. نه، اینجوری نیست، این مقابل هم نیستن. فرمها در نهایت سختگیری و طراحانه با طراحیشن و با تمام رعایت تمام جزئیات رفتاری. همیشه تو بحث استفاده از امکانات استتیک، داستان قدیمی خانایی همه چیز رو یهو هایجک میکنه. حتی خانایی اضافه بر سازمان دیسلکسی و ضد خانایی است. خانایی علیه خانایی. خانایی مندیت و دستور نیست. اینجوری به دست میاد که در اجرای بدون سهلنگاری در رسم الخط خانایی به دست میاد. برای همینی که امروزه از اون جامپ کات به قول سینمایی ها و سواد و بیاض غیر قابل پیش بینی و اون کول کردن و سوار نویسی زیبای کلمات خبری نیست. سیمپلیفاید کردن و ساده سازی اون هم امروزه مثل ویروسی به جان طراحا افتاده. دیزاین رنج فکریه که دست از این سیمپلیفاید کردن لعنتی بردارید. سیمپلیفاید کردن به قیمت از دست دادن مسائل کاربردی متنوعی میتونه باشه. از دست دادن امکانات استتیک خط، از دست دادن امکانات پرکتیک رو مثل زوایای متنوع متفاوت، از دست دادن مدولاسیون و چیزهای دیگه، از دست دادن خیلی چیزا. تایپ فیس های تنبل با فرم های ساده یا سهل سازانه ارزش بصری و خوانایی ندارند. بله، خوانایی مناطق متفاوتی داره و منطقهای متفاوتی داره، مثل ایمرسیو ریدینگ، دیپ ریدینگ. نشناختن این گونه های خوانایی ضربه هایی حتما به روند طراحی میزنه. مثل دو تا پسر عمویی که با هم قهرند. در واقع طراحان تا امروز به خوبی نتونستند ارتباط منطقی و درستی بین این دو ایجاد کنند. وفاداری و لویالتی بیش از حد طراحان به خوشنویسی کارو خراب کرده. شناخت رسم الخط به نظرم کمک سالمتری میتونه بکنه به ماجرا تا استفاده صرف از فرم‌های خوشنویسی. طراح اگر حواسش رو جمع کنه، فرم‌های خوشنویسی میتونه ضربه هم بزنه به کارش. یک منطقه از تایپ هست که تایپ های کالیگرافیک که فرمای مستقیم رو میتونه از خوشنویسی بهره برداری کرد. باید بدونیم که پترن و دیسیپلین خوشنویسی تو کار طراح تایپ میاد، نه فقط خود فرم ها، و این باز یه مغالطه است که خوشنویسی رو متصل میکنن به طراح تایپ. به نظرم شناخت طراح از بی آی یا هوش تجاری میتونه به او بیشتر کمک کنه تا مارجین اینترست و ضریب سود برند از دیده شدن برای چشمها رو افزایش بده.